در ترکمنستان واردات و فروش لباسهای زنانه شنواری و شورتی را منع کردند. خبرنگار بخش ترکمنی رادیو آزادی با استناد به تاجران میگوید در حال حاضر در فروشگاه‌های خصوصی تنها این نوعی باقی مانده مالها فروخته می شود. کارمندان گمرک به واردات لباسهای شنواری و شورتی اجازه نمی‌دهند و سبب آن نیز شرح داده نمی شود. این در حالی است که طلبات به نوع مذکوری لباسها با نزدیکشوی تابستان افزایش یافته است. اظهار می‌دارد خبرنگار. با گفته او سالهای اخیر در ترکمنستان شورتی‌های زنانه و مردانه یکی از مال‌های سرخریدار در فصل تابستان بود. منع واردات شورتی نخستین محدودیت مربوط به سر و لباس و سیمای ظاهری در ترکمنستان نیست. ماه گذشته کرونیکا ترکمنستان خبر داد که به کارمندان مؤسسه‌های دولتی شهر اشقابات امر شده است تا ناخن‌های دست و پای و میجه‌های خود را رنگ‌وبار نکنند و جواهرات نیز نبندند. گمرک ترکمنستان واردات بعضی از رنگ‌ها را برای میسر منع کرده بود.